پایمان ملی تاجیکستان ائتلاف مخالفین تاجیک در خارج با پخش اظهارات از سفر قریب الوقوع امامعلی الرحمن به ایالات متحده آمریکا و اروپا اظهار نگرانی نموده اجازه سفر به دیکتاتور را کمک کشورهای آزاد در تعقیب دیگراندیشان و نشان دادن چراغ سبز به او در صادر کردن جنایت‌های ضد بشری و پایمال کردن حقوق و آزادی‌های شهروندان نامیده است. ائتلاف مخالفین همچنین از افزایش تعداد پاسخهای رد به پناهجویان سیاسی تاجیک و حالتهای استرداد آنها به تاجیکستان اظهار شدید نگرانی کرده از کشورهای اروپا به خصوص آلمان خواسته است عبدالله شمس‌الدین را به نزد همسر و فرزندانش برگردانند. در اظهارات گفته می شود که امامعلی الرحمن نقشه دارد از 21 مارت سال 2023 تا 29 مارت به اروپا و ایالات متحده آمریکا سفری کاری انجام دهد. این سفر به قلمروی کشورهای مثل آلمان، بریتانیا کبیر و ایالات متحده آمریکا که اساس بنیادی نشان ارزش‌های دموکراتی اعلان شده است صورت می گیرد. پیمان ملی تاجیکستان در اظهارات خود از آن نگرانی می کند که از جنایت‌های بی‌سابقه ضد بشری امامعلی الرحمن در بدخشان مثل قتل و کشتار و شکنجه‌های بی‌رحمانه یک سال نگذشته جامعه اروپا و آمریکا این ظلم و استبداد او را فراموش کرده اند. در ساعت‌ها و دقیقه‌هایی که امامعلی الرحمن در کشورهای آزاد استقبال می شود در زندان‌های وی به شکنجه صدها دیگر اندیشان ادامه خواهند داد. اما امامعلی الرحمن این سفرش را چون شواهدی دستگیری جامعه جهانی از حکومتش به نمایش می‌گذارد. پیمان ملی تاجیکستان با اظهار نگرانی جدی در این رابطه از جهان متمدن، سازمان‌های بین المللی حامی حقوق، وسایط اخبار مستقل، حکومت‌های کشورهای اروپا پیش از همه آلمان دعوت کرده است که از امامعلی الرحمن طلب نمایند عبدالله شمس‌الدین ربوده شده را فوراً آزاد کرده او را به نزد عائله‌اش در اروپا برگرداند. در نهایت اظهارات از جامعه جهانی دعوت می شود که من بعد نیز در قانونی گردانی رژیم های خودکامه سهم نگذارند، به آنها در تعقیب دیگراندشان کمک نکنند و به این وسیله به آنها در صادر کردن جنایت های ضد بشری و پایمال کردن حقوق و آزادی های شهروندان چراغ سبز نشان ندهند.